حیوانات آفریقا در یک بازی مرگبار قایم با شک گرفتارند. در این بازی هر کس پناهگاهش لو برود حکم مرگش را گرفته است. شکارها به کمک استعدادها، روشها و شجاعت خود مقاومت می کنند. اما هر نبرد تنها یک برنده دارد و تعقیب کنندگان هم فقط یک مأموریت دارند: جستجو و انهدام و زندگی دوباره. مرگبارترین حیوانات آفریقا، جستجو و انهدام. بوتسوانا در جنوب آفریقا. در این میدان فریب و خیانت هر کسی راهبردهایی دارد تا بقای خود را تضمین کند، حتی برای آنها که در بالای هرم غذایی قرار دارند. پنهان شدن از دید دشمن مهارتی ضروری برای بقاست. این ماده شیر درمانده تنها با پنهان کردن طوله‌هایش در میان بوته‌ها می‌تواند جان آنها را حفظ کند. طی 8 هفته اول مادر آنها را پنهانی از جایی به جایی دیگر می‌برد. اما در آخر آنها خودشان باید شکارچی شوند. این نورسیده‌ها به کمک سایر اعضای گله یاد می‌گیرند کی پنهان شوند و کی حمله کنند. آنها باید هنر در کمین نشستن را بیاموزند، زیرا این میدان نبرد مرگبار جایی برای تازه کارها نیست. شکار همیشه گوش به زنگ است. کودو به کمک گوش‌های بزرگ و فنجانی شکل خود کوچکترین صدای مشکوک را می‌شنود. چشمان این حیوان که در دو طرف سرش قرار گرفته به وی کمک می‌کند همه اطرافش را ببیند. آنها به محض اینکه کمترین خطری را حس کنند سلاح مخفی خود را رو می‌کنند. جهش‌های بلندی به ارتفاع 2 متر به آنها کمک می‌کند به آسانی از هر مانعی عبور کنند و خود را به نقطه امن برسانند. اما مچ پای این کودوی نر شکسته و نمی‌تواند از سرعت خود استفاده کند. در عوض او باید پنهان شود. رنگبندی کودو که به شبح خاکستری آفریقا معروف است به وی کمک می‌کند به خوبی میان برگ و بار درختان پنهان شود. اما همین برگ و بار درختان ممکن است نزدیک شدن یک شکارچی را هم پنهان کند. کودو تهدید را حس کرده است. اگر فرار کند پناهگاهش لو می رود. بهترین گزینه برای او این است که آرام و بی حرکت بماند، به این امید که شکارچی او را ندیده است. اما یک ردزن حرفه‌ای است. با وجود چنین شکارچیانی در این حوالی حتی بهترین استتار هم ممکن است کافی نباشد. در امان ماندن از شکارچیان تنها دلیل پنهان شدن نیست. مرگبارترین حیوان آفریقا در میان آبشخورها پنهان می شود.
اسب آبی با وزن حدود 1800 کیلوگرم و آرواره‌ای که با یک ضربت آن میتواند یک کروکودیل 3 متری را به دو نیم کند، تنها از یک چیز میترسد: پرتوهای سوزان خورشید. بدن اسب آبی زودتر از سایر پستانداران آب از دست می‌دهد. بنابراین آنها برای جلوگیری از کم آبی بدنشان در طی روز درون آب می‌مانند. اما تنها تهدید برای اسب‌های آبی کوچک پرتو سوزان آفتاب نیست. اولین بار که آنها وارد آب می‌شوند، مرحله خطرناکی از زندگیشان به حساب می‌آید. در مواردی نرهای بزرگ و عصبی به این هم نوعان کوچک خود حمله می‌کنند و آنها را می‌کشند. وقتی اسب آبی دهانش را باز می‌کند، نشانه ای از یک تهدید قطعی است. مادر اسب آبی کوچک متوجه شده این حیوان نر به دنبال دردسر است، بنابراین خیلی زود اقدام می‌کند. او اکنون موفق شده از کودکش محافظت کند و خیلی زود او را به محیط امن وسط آبگیر بفرستد. در زیستگاه مرگبارترین های آفریقا، پنهان نگه داشتن بچه ها ضروری است. جوجه های شترمرغ به خوبی در میان علف‌های خشک پنهان می‌شوند. رنگ پرهای آنها تنها زمانی تغییر می‌کند که برای دفاع از خود آماده شده باشند. اما گرازها به روشی بسیار پیچیده‌تر بچه‌های خود را پنهان می‌کنند. مادر به محض مشاهده نشانه‌های تهدید عملیات فرار را آغاز می‌کند. بچه گرازهایی که آنجا بودند دیگر نیستند. مادر شیر می‌داند آنها باید جایی همین اطراف باشند، ولی او باید آنها را پیدا کند. زمین پر از حفره‌های متعددی است و درون یکی از آنها مادر دلسوز بچه‌هایش را پنهان کرده است. سوال این است: کدام یکی؟ ماده شیر به دنبال ردیابی بوی این حیوانات همه حفره‌ها را جستجو می‌کند. این فرایندی حذفی است که گراز ماده توان جلوگیری از آن را ندارد. کار پیچیده شده و کم کم تعدادی از نرهای بالغ هم به این جستجوی مرگ آفرین می پیوندند. اما به جای بچه گرازها آنها با حیوانی دیگر روبرو می شوند. گورکن عسلخوار برخلاف جثه نچندان بزرگش ضربات مشت محکمی می‌زند. شیرها با احتیاط پیش می‌روند، ولی گورکن آرواره‌های نیرومند و چنگال‌های تیزی دارد و از نبرد نمی‌ترسد. نرهای جوان از میدان به در می‌روند، ولی ماده شیر نمی‌خواهد به این زودی تسلیم شود.
او هنوز بوی خون گرم را حس می کند. در صحرای کالاهاری یک ماده شیر بوی بچه های گرازی را حس کرده که مادرشان آنها را درون حفره‌ای پنهان کرده است. او که تشنه خون است با خشم زمین را حفر می کند. گراز تنها می تواند تماشا کند. پشتکار این شکارچی بی‌پروا جواب داده است. این نشان می‌دهد حتی بهترین پناهگاه‌ها هم ممکن است برای حفاظت از یک حیوان کافی نباشد. علی‌رغم همه خطرها، گاهی بیرون آمدن از پناهگاه ضروری است. موریانه‌های بالدار با بارش اولین باران از آشیانه خود در زیر زمین بیرون می‌آیند و هزاران قطعه همراه با هم پرواز را آغاز می‌کنند. آنها برای انواع شکارچیان کوچک و بزرگ لقمه آسانی به حساب می‌آیند. ظرف چند ساعت تنها تعداد معدودی از آنها باقی مانده‌اند، اما خوردن حشرات به ندرت اینقدر آسان است. بیشتر حشرات به ندرت آفتابی می‌شوند. به همین دلیل زنبورخوار ارغوانی ترفند هوشمندانه‌ای به کار می‌گیرند. او از یک هوبره برای این کار کمک می‌خواهد. هوبره در حین حرکت حشراتی که لابلای علف پنهان شده‌اند را می‌ترساند. زنبورخوار که کاملا آماده است از سکوی نشیمن خود آنها را می‌بینند و به سرعت آنها را می‌بلعد. اما او می‌تواند همکاران بهتری هم داشته باشد. چرا فقط وابسته به هوبره باشد؟ هرچه پرنده بزرگتر باشد، لقمه‌های لذیذتری را برای این زنبورخوار از پناهگاه بیرون می‌کشاند. اما باز از شترمرغ هم بهتر است. زنبورخوار می‌تواند به آسانی میزبان خود را تغییر دهد. اما او تنها نیست. فراوانی حشرات سبب شده پرندگان بیشتری به استفاده از این ترفند روی بیاورند. گاوچرانک هم به خوبی دریافته در کنار این بزرگان میتواند حشرات را آسانتر پیدا و شکار کند. اما تنها کوچکترهای بوتسوانا را بدین ترتیب از پناهگاه‌هایشان بیرون نمی‌کشند. یوزپلنگ‌ها به سرعتی سرسام‌آور مشهورند. اما در عوض قدرت بدنی و سایر برتری‌ها را از کف دادند. وزن یوزپلنگ از یک کودک 12 ساله کمتر است و این بیشتر به بدن یک دونده می‌ماند تا یک جنگجو. کفتارها، سگ‌های وحشی و حتی پلنگ‌ها دیده شده این گربه‌سانان ظریف بدن را کشته‌اند، اما آنها دشمن بزرگتری هم دارند. شیرها به محض اینکه به یوزپلنگی دست پیدا کنند آن را پاره پاره می کنند. شنیدن کمترین صدای این دشمن ترسناک کافی است تا یوزپلنگ پنهان شود. آنها در حالی که به یک پهلو خوابیدند پیرامونشان را زیر نظر دارند.
با توجه به اینکه چشمان یوزپلنگ بالای سرش قرار گرفته، اما میتواند همه جا را ببیند بدون اینکه دیده شود. وقتی یوزپلنگی پنهان می شود، حتی سلطان حیوانات هم نمیتواند آن را به آسانی پیدا کند. شیرها به راه خود ادامه میدهند، اما یوزپلنگ چیزی پیدا کرده. گراز پیش از اینکه یوزپلنگ را ببیند میتواند خیلی به آن نزدیک شود. این فرصت بسیار خوبی است برای حیوانی که یکی از موفق‌ترین شکارچیان دشت‌های آفریقا به حساب می‌آید. زمان شکار برای این ماشین سریع رسیده. در بوتسوانا یک گراز برای یوزپلنگ طعمه است که نمی‌تواند از آن بگذرد. سرعت این گربه‌سان بی‌نظیر است، ولی پیش از اینکه شتاب بگیرد گراز از دید پنهان شده است. این بار این استادان اختفا با ترفند خودشان از میدان خارج شدند. برخی از شکارچیان روش متفاوتی برای شکار کردن در پیش می‌گیرند. اینجا جهان دیگری است. کبرای مصری پنهان می شود و منتظر می ماند تا طعمه نزد او بیاید. مار گوش به زنگ و آماده است تا زهر مرگبارش را تصفیه کند. اما همه درون این دام قدم نمی گذارند. وقتی حیوانی یک ماه یک بار غذا می خورد، می تواند صبوری کند. البته بیشتر شکارچیان آفریقا به غذای بیشتری نیاز دارند. سگ‌های وحشی روزی 2 بار غذا می‌خورند و الان وقت شام است. 10 حیوان خطرناک به رهبری یک جفت برتر به رودخانه نزدیک می‌شوند. جفت برتر هدایت عملیات را بر عهده می‌گیرند. در حالی که کودوها در هر جهت فرار می‌کنند، سگ‌ها ضعیف‌ترینشان را انتخاب می‌کنند. اما کودوهای ضعیف هم راه نجات را باید پیدا کنند. اکنون تنها راه نجات کودو ایستادن میان این برکه آب است. موفقیت این راه برد هم 100% نیست. این قاتلان حرفه‌ای شناگران قابلی هم هستند. اما سگ‌ها نمی‌توانند درون آب عمیق تعادل خود را حفظ کنند و به همین دلیل کودو را به سوی نقاط کم عمق می‌رانند. اگر اعضای یله بتوانند قربانی خود را به ساحل برکه برانند، کار تمام است. اکنون نوبت نر برتر یله است. یک بار دیگر کودو فرار می کند و خود را به نقاط عمیق‌تر آب که نسبتاً امن است می رساند. نبردی فرسایشی آغاز شده است.
و سگ‌ها در نهایت مجبور می‌شوند شکست را بپذیرند. شکار از دست می‌رود. کودوی باهوش به لطف زیستگاه آبی خود می‌تواند یک روز دیگر هم زنده بماند. وقتی پای مرگ و زندگی در میان باشد، حتی سلطان قدرتمند کالاهاری هم باید خلاقیت داشته باشد. در رویارویی با یک گله بوفالو، برتری عددی با شیرها نیست. بوفالوها که مرگ سیاه نامیده می شوند، 2 متر ارتفاع و حدود 900 کیلوگرم وزن دارند. آنها در برابر این گربه‌سانان به نسبت کوچکتر از خودشان هیچ ترسی نشان نمی دهند. این غول‌ها در حالی که گوساله‌های خودشان را پشت دیواری از ماهیچه و شاخ‌ها قرار دادند، شیرها را وادار به عقب نشینی می‌کنند. یک ماده شیر می‌خواهد یک بار دیگر بختش را بیازماید. برای برنده شدن در برابر این حریفان قدرتمند، او باید از دیواره دفاعی عبور کند، حلقه ضعیفتر را بیابد و نابود کند. اختفا اهمیت دارد. او شکارچی با تجربه و استاد استتار است. آرام پیش می‌خزد و از هر مانعی در طبیعت برای پنهان نگه داشتن خود استفاده می‌کند. تا اینکه به فاصله مناسب برسد. این لحظه سرنوشت ساز است. اگر حرکت اشتباهی از او سر بزند، زیر دست و پا له خواهد شد. نبرد میان غول‌های دشت‌های آفریقا فقط یک برنده خواهد داشت. در این هرج و مرج یک گوساله از گله عقب مانده است. اشتباهی مرگبار. امروز اعضای گله غذا دارند به لطف هنر قایم باشکی مرگبار. در حالی که شیرها از استتار برای کمین زدن به شکار استفاده می کنند، بسیاری دیگر از همین ترفند استفاده می کنند تا شکار نشوند. 1 ساعت بعد از سپیده‌دم، در حالی که خورشید به تدریج زمین را گرم می کند، موجودات زنده هم جنب و جوش خود را آغاز کردند. در سرتاسر دشت زندگی درون تنه درختان مرده و لانه موریانه ها آغاز می شود. خدنگ ها با چنگال های تیز و بلندی که روی اندام های پیشینشان دارند می توانند به آسانی برای خود دالانی حفر کنند، چون این شبکه گسترده زیرزمینی به آنها حس امنیت می دهد. لشکر خدنگ ها بعد از اینکه شب را برای گرم شدن در آغوش هم سپری کرده اند، اکنون باید در جستجوی غذا بیرون بیایند. آنها
جستجوی خود را آغاز می کنند. سوسک غذای مورد علاقه آنهاست و خدنگ‌ها دقیقاً می‌دانند کجا دنبال آن بگردند. اعضای گله‌های مختلف در حین غذا خوردن با قرولندی مخصوص با هم ارتباط برقرار می‌کنند. اما این سرصداها توجه دیگران را هم جلب می‌کنند. این برای آنها خطرناک است. اولین خدنگی که پلنگ را می‌بیند آژیر خطر را به صدا در می‌آورد. هر خدنگی که صدا را می‌شنود به سرعت به سمت حفره‌ها فرار می‌کند. تعدادی جوان بی تجربه بالای درختان می‌روند. این ترفند هوشمندانه در برابر سایر شکارچیان است، ولی در برابر پلنگ فایده‌ای ندارد. پلنگ با شانه‌های نیرومند و چنگال‌های تیز و دمی بلند برای حفظ تعادل استاد بالا رفتن از درختان است. اما شکار یک خدنگ لابلای شاخه‌های درختان کار ساده‌ای نیست. فراری همراه با بخت و اقبال، اما او دوباره این اشتباه را تکرار نمی‌کند. این تنهای شجاع حالا تنها امیدش به این است که شاخه نچندان قطوری که انتخاب کرده یارای وزن پلنگ را نداشته باشد. پلنگ پاداشش را می‌گیرد و خدنگ برای بی تجربگیش تاوان سنگینی می‌پردازد. در این عرصه مرگ و بیرحمی یکی از راه‌های پناه گرفتن در نقطه امن این است که پناهگاه را همه جا با خود ببرید. این لاک پشت پلنگی نمیتواند بدود، ولی زره خود را بر پشتش حمل می کند و همیشه میتواند به سرعت پنهان شود. لاک این لاک پشت مثل جمجمه انسان از قطعات مختلف استخوان تشکیل شده که به هم جوش خورده‌اند و سپری یک پارچه را به وجود آورده‌اند. شکل هرمی این لاک سبب شده در برابر فشار بسیار محکم باشد و تقریباً بیشتر شکارچیان دشت نمی‌توانند به آن نفوذ کنند، جز مواردی استثنایی. وقتش رسیده لاک پشت از اینجا برود، ولی او برای فرار با پاهایش بخت چندانی ندارد. در عوض او خود را درون زره متحرکش می کشد. درست به موقع. ماده شیر هرچه تلاش می کند نمی تواند رخنه‌ای برای نفوذ درون لاک سخت لاک پشت پیدا کند. اما بقیه اعضای گله در راهند. با رسیدن سایر اعضای گله لاک پشت پلنگی در وضعیت نامناسبی قرار می گیرد. توله ها بلافاصله شروع به کنجکاوی می کنند. سپس نوبت به بقیه می رسد. هر کدام سعی می کنند لقمه درون لاک را به چنگ بیاورند. اما دندانهایی که برای پاره کردن گوشت نرم ساخته شدند از عهده این جسم سخت بر نمی آیند.
لاک‌پشت می‌تواند چند ساعت در همین حالت باقی بماند، ولی ماده شیر نمی‌تواند زیاد منتظر بماند. از همین حالا تومه بزرگتری چشم او را گرفته است. گرفتن گوزهای یالدار سخت‌تر است، ولی خوردنش خیلی آسان‌تر است. شانس به لاک‌پشت رو کرده است و او هم از این فرصت استفاده می کند. حداکثر سرعت این حیوان 1.5 کیلومتر در ساعت است، ولی گاهی آنکه آهسته و پیوسته می رود موفق تر است. کسانی که از سرعت بالا برخوردار نیستند باید ترفندهای دیگری در آستین داشته باشند. سرعت پلنگ گاهی به 50 کیلومتر در ساعت می رسد. اما این شکارچی زود خسته می شود و اغلب شکار چالاک آن را در میان گرد و غبار قدمهایش جا می گذارد. بنابراین پلنگ به عنصر غافلگیری تکیه می کند و در میان این علفزار صحنه برای یک کمین آماده شده است. علف‌های خشک و زرد رنگ برای این گربه‌سان موهبت بزرگی تلقی می شوند. خالهای پوستش شکلی نامنظم به او می دهد و سبب می شود بتواند خود را در پس زمینه پنهان کند. راهبرد او این است که پنهان بماند تا اینکه به فاصله مناسب برای حمله برسد. او خود را به سطح زمین نزدیک کرده و خمیده پیش می رود و بی سر و صدا فاصله را کم می کند. او برای بالا بردن احتمال موفقیت خود تا 5 متری هدف پیش می رود. اما ورود 2 بازیگر تازه می تواند موازنه را برهم بزند. یک جفت شغال پشت سیاه. اگر آنها متوجه حضور پلنگ شوند، پناهگاه او را لو می دهند. زمانبندی مناسب برای حمله بسیار مهم است. یک فیل تمرکز شغالها را برهم می‌زند و پلنگ هم از این فرصت استفاده می‌کند. ولی مشکلی پیش آمده. بازی تمام است. پلنگ که شکار خود را از دست رفته می‌بیند، راه خود را می‌گیرد و می‌رود. ولی گویی کار شغال‌ها هنوز با او تمام نشده است. حالا که آنها او را دیدند، می‌خواهند همه متوجه حضور این شکارچی بشوند. حالا که تمام امید پلنگ برای شکاری موفق با سر و صدای این سگسان تیز گوش از بین رفته، می رود تا جای دیگری نقشه عملیات خود را اجرا کند. در عملیات جستجو و انهدام فریبکاری اصل اول است. ترفندی که حواسیل‌های سیاه به هوشمندانه ترین روش ممکن استاد آن هستند. ماهی‌ها تمایل دارند زیر سایه پنهان شوند و این همان چیزی است که حواسیل برای آنها فراهم می‌کند.
این چتر پر همچنین جلوی پرتوهای خورشید را می‌گیرد تا هواسیل بهتر بتواند درون آب را ببیند. هر ماهی که در این محدوده تاریک وارد شود خیلی زود خودش را لای منقار خنجری هواسیل می‌بیند. سایر ماهیخواران هم راههایی برای صید ماهی درون آب گل‌آلود پیدا کرده‌اند. منقار کفچ نوک مثل بقیه ماهیخواران تیز و یا عضلانی نیست، اما او در کشتن و شکار مهارت زیادی دارد. هزاران حس کرد در امتداد منقار کمترین تغییر در فشار آب و یا ارتعاشات آن را دریافت می کند. هر پرنده در آبهای کم عمق منقار خود را همانند فلزیابی درون آب به گردش در می آورد تا نشانه‌ای از صید خود بیابد. سپس منقار بسته می شود و صید خیلی زود مرگ را تجربه می کند. جوجه گرسنه این منقار قاشقی هم منتظر غذاست. نیاز به تولید مثل حتی در گربه‌سانان بزرگ هم تغییرات عمده ایجاد می کند. پلنگ‌ها بیشتر اوقات خود را پنهان می کنند، ولی گاهی واقعا تمایل دارند دیده شوند. بیشتر اوقات این نشانه‌هایی که پلنگ ماده باقی می‌گذارد هشداری است به دیگران که وارد نشوند، ولی این بار او در واقع دعوتنامه می‌فرستد. او آماده جفتگیری است و باید جفتی برای خودش پیدا کند. او فرصت زیادی ندارد، چون فقط تا چند روز دیگر قابلیت باروری دارد و شاید تا شعاع 50 کیلومتری تنها یک پلنگ نر حضور داشته باشد. اما به نظر می رسد پیام او بدون شنونده نبوده است. در دشت‌های بوتسوانا یک پلنگ نر بوی پلنگ ماده‌ای را حس کرده که آماده جفتگیری است. او باید نشانه‌هایی که حیوان ماده باقی گذاشته دنبال کند تا وی را پیدا کند. هر نشانه تازه‌ای که او پیدا می‌کند گواهی است مبنی بر اینکه او به هدفش نزدیکتر شده است. برای بسیاری از مرگبارترین های آفریقا بالا رفتن از سطح زمین روش مناسبی برای فرار از خطر است، اما بالای درختان همیشه جای امنی نیست. مار بومسلنگ مهارت زیادی در بالا رفتن از درخت دارد. هر قطره زهر این مار یکی از مرگبارترین موادی است که میتوان در تمام آفریقا یافت. این زهر حتی از زهر مامبای سیاه مشهور کشنده تر است. مار از مرکز دیدبانی خود بر بالای درخت به دنبال غذای خود می‌گردد. اما این سارها بدون مبارزه تسلیم نمی‌شوند. آنها به امید دور نگه داشتن مار از جوجه هایشان حمله ای را آغاز کرده اند. اما مار حالا به جوجه دیگری فکر می کند. آشیانه کویلیا پشت برگ و بار و خارهای درخت عقاقیا به خوبی پنهان شده است. اما با توجه به اینکه هزاران جوجه روی این درخت پرورش می‌یابند، قطعاً در مرحله‌ای یکی از آنها به زمین می‌افتد. و تا وقتی این اتفاق بیفتد مار منتظر است.
سرنوشت خوبی در انتظار جوجه نیست، ولی مار هم با حرکتی سریع از پناهگاه خود بیرون آمده است. در این میان منقار شاخی زمینی است که سود میبرد. و این جوجه فعلا از مرگ گریخته است. وقتی بخت با کسی یار نباشد، باید خودش را برای دفاع آماده کند. گورخر هر چه تهاجمی تر عمل کند، قدرت بیشتری به دست می آورد. تنها شکارچیان سرسخت می توانند با این غول‌های خطرناک روبرو شوند. حتی سگ‌های وحشی احتیاط می کنند. اما آنها متوجه نقطه ضعفی در میان گله شدند. کره‌ای که تنها چند ماه از تولدش می‌گذرد. گله آماده جستجو و انهدام است. گورخرها در آرایشی دفاعی دور کره حلقه می‌زنند و آن را پنهان می‌کنند. سگ‌ها با حمله از هر سو تلاش می‌کنند آنها را از هم جدا کنند. وقت آن رسیده، گورخرها به سگ‌ها حالی کنند چه کسی قدرتمندتر است. در این عرصه بیرحم، شکار باید یک قدم از شکارچی جلوتر باشد. زیرا در میان مرگبارترین های آفریقا یک قانون حکم مرگ و زندگی را دارد: جستجو و انهدام.